در شهرک هولبوگ مرکز ناحیه واسه در شفت شهرهای دوشنبه کلوب این موضع 3 روز پیش میدان خالی بود. در نتیجه مهنت 3 روزه 25 نفر گلدختران قوی اراده مهمپرور این موضع رو به گلستان تبدیل دادند. این گلها در ناحیه به نام باباجان غفوروف از جانب صاحبکار انفرادی در گرمخانه بوی بهار پرورش یافتند. محصولات گرمخانه در باغ به نام عینی، باغ فردوسی و گلگشت به نام علیشیر نوایی شنانیده شدند. در ناحیه واسه گلها به شرایط مساعد طبیعی، اقلیم و خاک محل مطابق گردانیده شده پرورش می‌یابند. کارهای آبادانی در گلگشت شهرک هولبوگ بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ان همین طور با جلب حشرچیان کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها متشکلانه جریان دارند. یک هفته پیش همین جایی که ما کار کرده شدیم به خرابیزار بود. امروز تنظیم گروه مقامات جای حکومت دولتی نویه واسه و یک کارمندان شعبه معرف با اون مقصد که اجرا یا به گلستان تبدیل یان دیور با زیبایی طبیعت زیبایی در آورده شده است. خیلی گل این زیبایی طبیعت است. گل این سلامتی مردم شریف است. کسی که اومد در خاندان در کوچه و پس کوچه گشت گذار میکند باید گلستان کند که همین بهاری همیشه رو در اینجا موند. ما کوشش به خرج میتیم کارمندان شعبه معرف که عموما دیارمون زیبا باشد، زیباترین رو به خود بگیرد. گلگشت مذکور از یک چند گذرگاه عبارت بوده. شفت آن با این گونه گلهای آرایشی رنگشان سرخ و گلابی سبز و کبود به چشم بیننده فورم و دلکش و آرا داده شده. به حسن این محیط شهر هر روز زیبایی تازه ضم نمایند. در گلگشت کارهای آبادانی ماه سپتامبر هم ادامه می‌یابند. تا این مدت قسمی از کارهای چراغان کردن میدان به انجام رسیده. شنانیدن قسمت دیگری فروزنک‌های روشنی دهنده آرایشی ادامه دارند. فواره‌ها در عرفه انجامیابی قرار داشته روزهای نزدیک مورد استفاده قرار خواهند گرفت. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.